آموزش کوکی براونیز بدون همزن برقی هم میتونی تو خونه درستش کنی. یعنی از عطر و طعمش نگم برات. اول یه لایک ما بذار و بریم آموزش رو ببینیم. تخم مرغ 2 عدد همراه با شکر قهوه‌ای با همزن دستی هم میزنیم یه مقدار یه خورده کرمی رنگ بشه. حالا کره همراه با شکلات آب شده، کره آب شده بهش اضافه میکنیم. یه دو دور هم میزنیم. میریم سراغ مواد خشک. پودر کاکائو، بیکینگ پودر و وانیل و آرد و بهش الک شده بهش اضافه میکنیم. قشنگ هم میزنیم. یه مقدار مایعتون سفت میشه، خمیر این حالت چسبندگی. به مدت نیم ساعت الی 1 ساعت داخل فریزر استراحت می‌کنید. سرو شده بعداً گرد می‌کنیم. اندازه 25 گرمی یه دست رو با فاصله رعایت. دمای فرن 175. مدت زمان حداقل 11 دقیقه. اینم کوکی براونی. سیوش کن، گمش نکنی.